سلام، من سارا. این ویدیویی که داری میبینی شاید با بقیه ویدیویی که دیدی خورده فرق کنه، چون قرار از واقعیت شروع بشه. واقعیت الان اینکه هیچی سر جای خودش نیست. این روزا دارم بدترین حسا بدترین شرایط رو تجربه میکنم. شرایط مالی فاجعه است، افتضاحه. شرایط کاریم هم همینطور. و اینکه حس سرخوردگی دارم، حس سرشکستگی دارم، حس اینکه دارم درجا میزنم، حس مفید نبودن دارم، حس خجالت دارم. چرا میگم خجالت؟ به خاطر اینکه از خانواده‌ام خجالت میکشم. چون که تو این سن و سال، خب من سن و سال کمی ندارم، تو این سن و سال هنوز به جایگاه خاصی نرسیدم، چه اجتماعی، چه کاری، چه مالی. به هیچ جایگاه خاصی نرسیدم. وقتی آدم این حسا رو داره سعی میکنه ازش فرار کنه. چطوری؟ مثلا من الان حسی که روم غالبه حس خجالتمه. توی محیط خانواده سعی میکنم قرار نگیرم. وقتی خانواده دور همم من سعی میکنم فرار کنم، یا اصلا دور همم نباشن، چند نفر که باشن من سعی میکنم فرار کنم. چیکار کنم؟ بیام داخل اتاق. وقتی میام داخل اتاق دائم فکر میکنم، کلی سوال مطرح میکنم برای خودم، کلی جواب برای خودم میتراشم و انقدر این کارو میکنم که عصبی میشم. سرام میکنم داخل گوشی اینستاگرام باز میکنم. این اینستاگرامم که وقتی باز میکنم میبینم یه عده آدم خیلی موفق، یا کسایی که تو سن پایین به همه جا رسیدن، یا کسایی که الان به همه جا رسیدن، زندگی‌های لوکس لاکچری، و اون کسی که فقط به هیچ جا نرسیده و موفق نشده منم. و این خب دیگه واقعیت از اون چیزی که فرار کردم حسم بدتر شده. یعنی حس بدی رو داشتم، فرار کردم ازش و حسم هزاران برابر بدتر شده. برای همین میگم تو این شرایط دارم بدترین چیزا رو تجربه میکنم. واقعیت برای همین تصمیم گرفتم ترمز دستی این حسای بد رو یه جا دیگه بکشم. با خودم گفتم که اینقدر توی این اینستاگرام میبینی که نمیدونم 6 ماه تلاش کن به فلانجا برس، 2 ماه به فلان چیز برس، یا این ویدیویی که جدید حالا دیگه ترند شده، من 10 سال زحمت کشیدم بیا 30 ثانیه بهت بگم چی کار کنی. با خودم گفتم من 6 ماه، فقط هم 6 ماه روی خودم وقت میذارم، روی کارم، روی خودم، روی زندگیم، روی بدنم. قرار روی خودم فقط 6 ماه زمان بذارم و اینکه ببینم واقعا این چیزایی که تو اینستاگرام میگن درسته یا نه. یه ادعایی بیش نیست، یا قرار نیست اصلا نتیجه بگیره. بر همین تصمیم گرفتم 6 ماه فقط تمرکز کنم روی کارم، خودم و زندگیم. نمیگم بعد این 6 ماه هم دنبال اینم که مثلا فتح کنم دنیا رو، به کلی جا برسم و فلان. نه، میخوام به یک جای معقول برسم، چون الان تو شرایط معقولی قرار ندارم. شرایط معقول، من الان تو شرایط معقولی قرار ندارم. شرایط معقول چی میگه؟ اینکه یک نیرویی که در حد کارگری داره حقوق میگیره 13 تومنه. من 5 تومن درآمد ندارم. این یعنی شرایط معقول نیست دیگه. این یعنی فاجعه است. برای همین میخوام توی شرایط معقولی قرار بگیرم. و اینکه میگم قصد ندارم بعد 6 ماه بگم الان میخوام بعد 6 ماه دنیا رو فتح کنم. نه، قرارم است از صفر شروع کنم. صفر. از لحاظ روحی، انگیزه‌ای، کاری صفرم. از نظر مالی صفر نیستم، خدایی منفیم. ببخشید من یه سری چیزا رو اینجا یادداشت کردم که یادم نره، چون ذهنم پراکنده میشه. ولی قصد دارم دیگه حالا یک فرصت دیگه‌ای به خودم بدم. میخوام ببینم میشه یا نه. و اینکه من اینجا قصد ندارم که برم یه کاری رو انجام بدم بعد بیام اینجا به شما بگم من این کار رو انجام دادم، برین انجام بدین میشه، مثلا به اینجا میرسیم. نه، قصد همچین کاری ندارم. چون اینطور چیزا رو خیلی توی اینستاگرام میبینم و ناامید شدم، انگیزمو از دست دادم. قراره که اینجا هر چیزی هست رو با شما به اشتراک بذارم. اگه موفقیت ببینیم، اگه شکسته ببینیم، اگه تلاش ببینیم، همه رو با هم ببینیم. نه اینکه من برم یه کاری رو انجام بدم و بیام به شما بگم خب آره من این کارو کردم. برای همینم اومدم یه دوره حالا عملگرایی ثبت نام کردم. اینم بگم که من خیلی آدم فکریم. فکر زیاد میکنم، بیشتر از این که بخوام کار کنم، عمل کنم، فکر میکنم یا حرفشو میزنم. مثلا من میخوام این کتاب بخونم. وقتی میخوام این کتاب بخونم به این فکر میکنم که خب اصلا این کتاب بخونم یا یه کتاب دیگه، یا اصلا حالا این کتابو میخوام بخونم چیکار کنم؟ 2 ماه تمومش کنم یا 1 ماه؟ چند صفحه بخونم که فلان روز تموم بشه؟ اگه 2 ماه باشه یعنی توی سال من 6 تا کتاب بخونم؟ نه، خیلی کمه.
باز اینجا با خودم کنار میام و یه کاریش میکنم، میریم جلوتر. به این فکر میکنم که خب من اگه یه پاراگراف نفهمیدم چیکار کنم؟ برگردم دوباره بخونم یا نه یه جا از فلان نفر، از یه کسی که معلوم نیست حالا چه کسی هم هست، حالا خودش بنده خدا تو چه جایگاهیه، من شنیدم شما یه کتابو 2 بار 3 بار بخون بهتره. آیا این کارو بکنم بهتره یا اون کارو بکنم؟ و من دائم دارم با خودم درگیر میشم. مثلا عمل هیچ، صفر. آره 0 نه، ولی خب دیگه نسبت به فکرم هیچ. بر همین تصمیم گرفتم یه دوره عملگرایی ثبت نام کنم و ثبت نام کردم. الان هنوز ندیدم ولی ثبت نام کردم. و اینکه اینستاگرام هست، یوتیوب هست، پادکست هست و یه سری حالا منابع هستن که میتونم ازشون تحقیق کنم و یه سری اطلاعات به دست بیارم. قصد دارم این اطلاعات رو بیام به شما هم بگم. یعنی اینکه من یه کاری رو میخوام شروع کنم انجام بدم تو طی این 6 ماه. خب ریز ریز یه سری اطلاعات به دست میارم که قرار هر دفعه اعمال کنم که شاید بعد این 6 ماه به جای معقولی برسم. اینا رو نمیرم انجام بدم بعد بیام به شما بگم. همون اول که قرار خودم انجام بدم میام برای شما هم یه ویدیو میگیرم بهتون میگم اینو اینجوریه، شما هم انجام بدید. و چند روز بعدش یا حالا یه هفته بعدش، 2-3 روز بعدش میام به شما نتیجه رو میگم که من این کارو کردم، انجام دادم، شد، شما هم انجام بدید یا نشد. ولی اینو برای چی میام به شما میگم؟ اول از همه این که قراره خب همه چی رو با هم ببینیم دیگه. و اینکه نمیشه یه نسخه رو واسه همه پیچید. یعنی ممکنه یه کاری رو من بگم، خودم هم انجام بدم، نشه برای من، برای شما بشه. و اینکه حالا بعد چند روز میام من به شما میگم نتیجه کاری که کردم، شما هم به من میگین نتیجه کاری که کردین شده یا نشده. فکر می‌کنم این خیلی بهتره که ما همه چی رو واقعی ببینیم. شکست و تلاش و رشد و موفقیت هر چی هست و واقعی با هم ببینیم. و اینکه الان دیگه میخوام از اینجا به بعد شروع کنم. اگه تو هم مثل منی، حس و حالای منو داری، حس و حالای منو تجربه کردی، میخوای از یه جای شروع کنی، اون نقطه شروع اینجاست. شروع کن از همین الان، همراه شو تو هم با من، با همدیگه شروع کنی. اگر دوست داری که با همدیگه شروع کنیم، با همدیگه این 6 ماهو ببینیم که چطور قراره پیش بره، کانال سابسکرایب کن، به من بگو لطفاً و اینکه استارتشو بزن از همین الان. و قراره که شعار ما بشه هر روز 1% بهتر، چون قرار شد ببینیم قدمای کوچیک میتونه ما رو پیشرفت بده یا نه. پس هر روز 1% بهتر. و اینکه توی ویدیوی بعدی قرار در مورد خودم یه خورده توضیح بدم که در مورد جایگاه هم چی هستم، چی کارم. در مورد خودم قراره یه توضیح بهتون بدم و پلنی که برای این 6 ماه، پلن کلی که برای این 6 ماه دارم. پلن جزئی هم که خب خبر نداریم به خاطر که قراره با هم پیش بریم. همین دیگه، تا ویدیوی بعدی میبینمتون. خیلی دوستتون دارم. ماچ به کلای قشنگتون.